خب سلام بچه ها، اولین ویدیوی کانال یوتیوب من و اولین کانالم موضوعش درباره این که GTA مود شده خودمو میخوام بهتون نشون بدم. برو که خب GTA اینجاست. خب بچه اگه خواستین راه حل نصب این GTA مود شده رو بهتون بگم حتما تو کامنت ها بگید. خب نگاه کنید بچه ها، اینجا رو نگاه کنید چقدر بالا میبینید. از این لینک اون اینجا الان بهتون نشون میدم، نگاه کنید. از این لینک رو میبینید، این لینک میزنید روش، میزنید روش و گزینه 2 رو کلیک میکنید. کلی پول بهمون میده، کلی پول، هرچی دلت بخواد میده. خب من با این پولا تونستم یه خونه لاکچری بگیرم. تازه به جز این رمزای پول یه رمزای دیگه هم داره. اولیش اصلا رمز اصلا نمی‌دونم چیه، سومیش هم نه، چهارمیش ماشینه، ششمی تانک داره. تانک چیه؟ بذارید چه گیر کرد. خب بچه یه دقیقه. خب بچه درستش کردم، از اول آوردمش. حالا میخواستم بگم حالا از 6 که تانک بود آوردم. این که تانکه، 7 هلیکوپتر بکنم، 8 جت پک باید میشه خیلی بود. 8 جت پک، 9 چیز، اینه ماشین چیه، 10 هم این ماشین چیه، خیلی چرت و پرت. 11 به بعد 12 به بعد مسابقه ای میشه، مثلا این 11 الان مسابقه ای بکنم، 12 هم همینطور، 13 نمیدونم چیه، 13 رمز اصله، 13 رمز اصله. کل اصله ها رو میده، هرچی بیشتر بزنین تیرات بیشتر میشه. خب 14 هم شلوغی در شهر که خیلی بده، امتحانش هیچ وقت نکنم. خب بچه ها میخواین خونه رو بهتون نشون بدم، بریم خونه رو بهتون نشون بدم. با این پولا این خونه رو گرفتم. از اینجا خیلی بزرگه، نگاه. از اینجا میای این آشپزخونه، حالا از اینجا میای این اتاق لباس، اینم هست خیلی قشنگه اتاقش. خب کلا قشنگه اتاق. فکر کنم 3 خوابه، بله 3 خوابه، 3 خوابه یا 4 خوابه، نه 3 خوابه. این دستشویه و همین خدایی ولی خونه بزرگیه. فقط همین خونه رو نگرفتم، خونه های دیگه هم هست. یعنی الان مثلا روی نقشه نام کنم، 1 خونه گرفتم، 2 خونه، 3 خونه، فکر کنم فقط 3 خونه گرفتم. این که مرحله اول CJ هسته اونو گرفتم، ولی در کل با پولم 2 تا خونه گرفتم. خب دیگه بریم با جت پک حال کنیم. خیلی خوبه، خیلی خوبه. خب بچه ها ویدیو ما به اتمام رسید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا بعد بدرود.